تصور کن وسط جهنم باشی، نه استعاره، نه اغراق، واقعی ترین جهنمی که تاریخ بشر به خودش دیده. گرسنگی، سرما، تحقیر، مرگ هر لحظه. حالا سوال اینه توی چنین شرایطی چطور میشه هنوز به زندگی فکر کرد؟ چطور ممکنه انسان در دل تاریکی مطلق هنوز دنبال معنا بگرده؟ چطور معنا باعث نجات انسان از جهنم میشه؟ رفیق کتابگرد من، سلام. من سارا هستم، صدایی که از دل صفحه ها شما رو در سفر به دنیای کتاب ها همراهی میکنه. امروز میخوایم با هم یکی از تأثیرگذارترین کتاب های قرن 20 رو مرور بکنیم. کتابی که زندگی میلیون ها نفر رو تغییر داد. کتاب انسان در جستجوی معنا، نوشته ویکتور فرانکل، روانپزشک و بازمانده اردوگاه نازی ها. ویکتور امیل فرانکل، روانپزشک، عصبشناس و نویسنده اتریشی، در سال 1905 در وین به دنیا اومد و تا پایان عمرش، یعنی در سال 1997، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های قرن 20 باقی موند. اون بنیانگذار مکتب رواندرمانی لوگوتراپیه که روی کردیه که معنا رو محور اصلی سلامت روان میدونه و معتقده که انسان قبل از هر چیزی جوینده معناست. فرانکل در سال 1942 در طول جنگ جهانی دوم به همراه همسر باردارش، برادرش و پدر و مادرش به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده میشه. اون 3 سال رو در 4 تا اردوگاه مختلف از جمله آشویتس و ترابلینکا و 2 تا مکان وحشتناک دیگه سپری کرد، اما از معدود کسانی بود که از آشویتس جون سالم به در برد. اعضای خانواده‌اش تو اون دوران کشته شدند و همین تجربه مستقیمش از رنج بود که باعث شد این شاهکار رو خلق کنه. اون این کتاب رو بعد از آزادی در 9 روز روی کاغذهای بیمارستانی نوشت و این نوشته ها نه فقط بازگویی رنج بلکه کشف معنا در دل رنجه. کتاب انسان در جستجوی معنا با نام اصلی من Search for Meaning در سال 1945 در حدود 160 تا 200 صفحه نوشته شد. در سال 1946 به زبان آلمانی چاپ شد. در سال 1959 به انگلیسی ترجمه شد، اما نسخه‌ای که باعث معروفیت این کتاب شد نسخه‌ای بود که در سال 1962 با مقدمه گوردون آلپورت، روانشناس معروف، تجدید چاپ شد. این کتاب به بیش از 24 زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیش از 12 میلیون نسخه از اون به فروش رسیده. به انتخاب کتابخونه کنگره آمریکا این کتاب جزو 10 کتاب مؤثر قرن 20. در ایران هم این کتاب ترجمه شده. خانم نهضت صالحیان، مهین میلانی، آقای قهرمان عسکری آزاد، امیر لاهوتی، خانم فائزه باطنی و آقای مهدی گنجی این کتاب رو ترجمه کردن که میتونید تهیه کنین و واقعا خوندنش پیشنهاد میشه. البته من سعی میکنم در این اپیزود روایت کاملی رو از اون ارائه بدم. کتاب در واقع دارای 2 بخش هست. بخش اول تجربه های شخصی فرانکل در اردوگاه‌های مرگ نازی هاست که در واقع یه ترکیبی از خاطره نویسی، مشاهدات عینی و روانشناسی رنج. در نیمه اول کتاب نویسنده شرح واقع بینانه و روزمره مشاهدات عینیش رو ارائه میده، اما تفاوتش با بقیه کتابایی که از خاطرات هولوکاست منتشر شده اینه که فرانکل به عنوان یک روانشناس میاد عمیق‌ترین لایه‌های روانی انسان رو مد نظر قرار میده و در این جهنم بررسی میکنه. اون میاد 3 مرحله روانی رو که اتفاق میفته در زندانیان توضیح میده. مرحله اول مرحله ورود،
مرحله دوم مرحله بی‌احساسی و کرختی روانیه و در مرحله سوم راجع به واکنش به آزادی حرف میزنه و در بخش دوم کتاب هم میاد نظریش رو که همون لوگوتراپی یا معنا درمانی هست رو معرفی میکنه. خب فکر میکنم حالا که با کتاب و نویسنده تا حدودی آشنا شدیم، آماده ایم که وارد دنیای تاریک اما امیدآفرین این کتاب بشیم، جایی که معنا از بین خاکسترهای انسانسوز مثل نوری ضعیف اما زنده شعله میکشه. تصور کن یه روز از خواب بیدار میشی، چشماتو باز میکنی و میبینی همه چیزتو ازت گرفتن. نه اسمی برات مونده، نه خانواده‌ای و نه حتی آینده‌ای که بخوای بهش دلخوش باشی. تو فقط یه عددی، یه عدد روی یه تیکه پارچه که به لباس زندان چسبیده. تو دیگه هیچ کسی نیستی. این آغاز زندگی فرانکل در اردوگاه کار اجباری نازی ها بود. روزهای اول انگار همه چیز توی یک مه غلیظ از شوک و ناباوری میگذشت. فرانکل بعدها می نویسه دلمون میخواست باور کنیم که این واقعیت نیست. میخواستیم فکر کنیم فقط یک کابوسه که تموم میشه، اما واقعیت این بود که هیچ چیزی تموم نشد. فرانکل و هزاران نفر دیگه وارد اردوگاهی میشن که بعدها میفهمن اسمش آشویتسه، یکی از تاریک ترین نقاط تاریخ بشر. قبل از ورود همه چیزشون رو مصادره میکنن، لباس ها، نامه ها، ساعت ها، عکس های خانوادگی، دفترچه ها، حتی خاطراتشون هم ازشون دزدیده میشه. فرانکل فقط یه چیز براش مونده بود، یک دفترچه‌ای که سالها داشت یک نظریه علمی رو که داره توی اون کار میکرد که اون دفترچه هم توی بازرسی ها پاره میشه و از بین میره. اون لحظه فرانکل دلش خیلی میشکنه، اما در همون لحظه یه جرقه‌ای تو ذهنش شکل میگیره و با خودش میگه شاید قرار من این نظریه رو نه روی کاغذ بلکه درون خودم تجربه بکنم. زندگی توی اردوگاه یعنی بیدار باش ساعت 4 صبح، سرمای استخونسوز، صبحانه که بیشتر شبیه شوخی بود، یه ذره چایی یا آب داغ با یه تیکه نون خشک کپک زده بیمزه. بعد ساعتها کار طاقت فرسا از سپیده دم تا تاریکی مطلق، نه اعتراضی، نه امیدی، نه حقی، فقط تنبیه بود، فریاد بود، کتک بود، تحقیر بود و انتظار زنده موندن تا روز بعد. اما فرانکل به چیز عمیق‌تری نگاه میکرد. اون متوجه شد که بعضی از زندانی ها علی‌رغم اینکه تو این جهنمن، علی‌رغم تمام این شرایط سخت، بازم انسان باقی موندن، به دیگران کمک میکردن، از غذای خودشون میزدن که به دیگری غذا برسونن، کسی رو که در حال فرو ریختن بود در آغوش میکشیدن و از طرف دیگه آدمهایی بودن که به خاطر یه تیکه نون به رفیقشون خیانت میکردن. فرانکل بعدها مینویسه در اردوگاه آدمها به 2 دسته تقسیم شدن: آدمهایی که اجازه دادن شرایط شخصیتشون رو له کنه و دسته دوم آدمهایی که با وجود تمام وحشتها هنوز انسان باقی موندن. اون نوشت که در واقع مسئله زنده موندن نبود، چیزی که فرق رو میساخت داشتن یک چرایی برای زیستن بود و میگفت ماهایی که چرایی برای زندگی کردن نداشتیم نمیتونستیم زنده بمونیم. و میگفت بعضی وقتها چیزهای کوچیکی توی اردوگاه رخ میداد که باعث میشد انسان بودن رو دوباره حس کنیم، مثل طلوع آفتاب صورتی رنگ از پشت سیمهای خاردار اردوگاه، یه نغمه کوتاه که کسی زمزمه میکرد با صدای خیلی خفه، یا حتی یادآوری یه خاطره، یه لبخند کسی که دوستش داشتی و ممکن بود حتی از دنیا رفته باشه. اون نوشت بعضی وقت فکر کردن به همسرم باعث می شد که سر پا بمونم، شاید مرده بود ولی عشق من به اون هنوز زنده بود و همین عشق به زندگی من معنا میداد. و در نهایت عصاره تمام اون رنج ها
و درک از زندگی که فرانکل مشاهده کرد در این جمله معروف خلاصه شد: می توان همه چیز را از انسان گرفت جز یک چیز، آزادی نهایی او، آزادی در انتخاب نگرش و واکنش نسبت به وضعیت ممکن. وقتی صحبت از بازمانده های اردوگاه میشه، به نظر میرسه که اونایی که از گرسنگی نمردن یا از کار طاقت فرسا یا تو صف گاز نایستادن اینا بازماندن. اما فرانکل نگاه دیگه ای داره. اون بازمانده واقعی رو کسی میدونه که انسانیتش رو حفظ کرده، حتی وسط قضاوت محض. بعضی از زندانی ها وقتی یه تیکه نون اضافه گیرشون می اومد حاضر بودن اون رو با کس دیگه ای شریک بشن و همین کار ساده نشون میداد که آدم حتی وسط جهنم هم میتونه آدم باقی بمونه اگر قلب داشته باشه. و اینجاست که در واقع کتاب پیام اصلیش رو نشون میده. فرانکل بر خلاف روانشناسی سنتی که انسان رو دنبال لذت یا قدرت میدونست، باور داشت که معنا انگیزه اصلی زندگی آدمه. اون میگفت رنج اگر بدون معنا باشه آدم رو خرد میکنه، ولی اگر برای همون رنج یک معنایی رو پیدا بکنی میتونه ما رو بالا ببره. اون میگفت رنج کشیدن بی دلیل آدم رو در هم میشکنه، اما وقتی در دل رنج بیای یه معنایی رو پیدا کنی حتی میتونه روحت رو تعالی بده. یکی از تجربه های عجیبی که فرانکل توی اردوگاه توصیف میکنه لحظات روحانی بود که وسط شلاق و درد و گرسنگی و بیماری دست میداد. مثلا یک لحظه عمیق از حس آرامش در همون لحظه‌ای که داری درد میکشی رو تجربه کنی. مثلا وقتی به همسرش فکر میکرد، اون چندین بار توی کتاب می نویسه که در اون لحظه ها حس می کردم که انگار اون روبروم نشسته، لبخندش، نگاهش، همه چیزش رو می دیدم و فهمیدم که عشق معناییه که حتی مرگ هم نمیتونه اون معنا رو از بین ببره. فرانکل متوجه میشه که اگر آدم یه دلیلی برای زنده موندن داشته باشه میتونه خیلی چیزها رو تحمل کنه. توی اردوگاه اون آدم‌های زنده میموندن که یه چرایی داشتن، یه هدف، یه رسالت، یه عشق، یه باور. اونایی که این چرایی رو از دست میدادن کم کم از درون خالی می شدن و تسلیم می شدن و وقتی که معنا می رفت زندگی هم با اون معنا می رفت. فرانکل بعدها می نویسه که ما همیشه می تونیم انتخاب کنیم، حتی تو یک سلول بدون پنجره می تونیم روحمون رو آزاد نگه داریم. و اینجاست که نقطه عطف زندگی فرانکل شکل میگیره. همون نظریه‌ای که قبل از ورود به اردوگاه داشت سالها روش کار میکرد رو تصمیم میگیره که دوباره از نو بسازه که بعدها میشه نظریه لوگوتراپی یا معنا درمانی. فرانکل شروع میکنه به تماشای آدم ها و میبینه که باقی موندن دیگه فقط باقی موندن فیزیکی نبود، یه جور انتخاب درونی بود و این معنا لزوماً یه چیز بزرگ و آرمانی و عجیب و غریب نبود. گاهی معنا فقط یه حرکت خیلی ساده بود، مثل کمک به یه زندانی دیگه، صبر کردن و یا حتی پذیرفتن مرگ با شرافت. و همونجا بود که یاد یه جمله خیلی معروف از نیچه میفته که میگه کسی که چرایی زندگیش رو پیدا کرده باشه با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. فرانکل بعدها می نویسه که هر کسی باید بدونه که از زندگی چی میخواد، اما مهمتر از اون اینه که باید بدونه زندگی از اون چی میخواد. تو اردوگاه کسی ازت نمیپرسید که چی میخوای، دنیا فقط ازت میپرسید آیا با همه این شرایط آیا بازم میتونی انسان بمونی؟ آیا وسط این جهنم میتونی معنا رو پیدا کنی؟ بعضی از آدم ها با اینکه هیچ چیزی نداشتن یه چراغی هنوز توی دلشون روشن بود و اون چراغ هیچ چیزی نبود جز معنا. وسط همه اون دردها و ترسها و لحظه هایی که نمیدونستیم زنده میمونیم یا نه،
یه چیز برامون روشن شد. زندگی فقط چیزی نبود که اتفاق میفته، زندگی چیزی بود که داشت ما رو امتحان میکرد. فرانکل مینویسه ما از زندگی نمیپرسیدیم چرا انقدر سخت شده، این زندگی بود که از ما میپرسید توی این شرایط چه جوابی برای من داری. و این دقیقا لحظه‌ایه که معنای واقعی آزادی خودش رو نشون میده، نه آزادی فرار یا آزادی انتخاب شغل یا آزادی انتخاب کشور، بلکه اینکه من وسط این شکنجه و گرسنگی و بی‌عدالتی هنوز بتونم تصمیم بگیرم که چه انسانی باشم، یعنی آزادی درونی. فرانکل بارها میبینه که بعضی ها تو همین جهنم هنوز هم خوبی کردن رو بلد بودن، خوبی میکردن با اینکه خودشون هیچی نداشتن، نون خشکشون رو با کسی تقسیم میکردن، اگر کسی خورده بود زمین اونو از زمین بلند میکردن. درسته که اونا قربانی شرایط بودن ولی اسیرش نبودن و این خیلی با هم فرق داشت. فرانکل می نویسه در اردوگاه همه چیز از ما گرفته شده بود، اسمهامون، خانوادمون، آیندمون، لباسمون، ولی یه چیزی باقی مونده بود و اون حق انتخاب نگرش ما بود، اینکه میخوایم تسلیم بشیم یا نمیخوایم تسلیم بشیم، میخوایم هیولا باقی بمونیم، میخوایم تو این شرایط انسان باقی بمونیم، میخوایم زنده بمونیم که فقط زنده مونده باشیم یا زنده بمونیم تا چیزی رو حفظ کنیم که از زندگی خیلی مهمتره و اون معناست. فرانکل میگه بین محرک و پاسخ یه فاصله است. حالا این فاصله قدرت انتخاب ماست. خب و این انتخاب ما بر اساس رشد و آزادی ما پنهان شده و این دقیقاً همون آزمایش بزرگ بود. رنج از ما میپرسید و هر کسی بر اساس اون آزادی انتخاب خودش به اون رنج پاسخ میداد. و بالاخره زمزمه های اومد. آزاد شدید. در اردوگاه باز شد. اما نه کسی بالا و پایین پرید، نه کسی فریاد زد. سکوت محض. فرانکل می نویسه هیچ لحظه‌ای تو زندگیم انقدر تلخ نبود. نه به خاطر غم، به خاطر یک جور خلأ. ما آزاد شده بودیم ولی نمیدونستیم باید چطوری زندگی کنیم. نه اشک داشتیم نه لبخند، فقط توی خلأ بودیم. ما فقط ایستاده بودیم و نگاه میکردیم با چشمایی که نمیدونست اصلا باید به کجا نگاه کنه. وقتی از اردوگاه اومدیم بیرون یه دشت باز روبرومون بود، آسمون آبی بود، پرنده ها توی هوا بودن و ما با پوتین های پاره و لباس های پاره تر، با بدن های نیمه جون فقط راه میرفتیم. یکی از همراه هامون رفت وسط زمین علفزار، زانو زد و صورتش رو گذاشت روی خاک و فقط گریه کرد، نه از شادی نه از اندوه، یه چیزی بین این دوتا، یه چیزی که اسم نداشت. فرانکل باز می نویسه وقتی که کسی تمام زندگیش این شده بود که چطوری زنده بمونه، حالا زنده مونده اما نمیدونه برای چی، نمیدونه باید چی کار کنه. توی اردوگاه رنج معنا میداد. هر روز بیدار می شدی با یه سوال، آیا امروز من میتونم هنوز انسان باقی بمونم؟ اما بیرون از اردوگاه دیگه اون سوال وجود نداشت. نه مأمور بود، نه صف قضا بود، نه مرگ نزدیک بود و همین برای بعضیا ترسناکتر شده بود. یکی از هم اردوگاهی ها شب آزادی میگه که من نمیدونم کیم، اونجا اسیر بودم ولی الان نمیدونم کیم، نمیدونم چیم، انگار هیچی نیستم. بعضیا برگشتن خونه هاشون اما فهمیدن کسی منتظرشون نیست، همسر مرده، بچه های گم شده، شهر ویران شده و تازه اونجا بود که اینا در هم شکستن. فرانکل تو کتابش میگه بعضیا توی اردوگاه زنده موندن اما بیرون از اردوگاه مردن، چون امیدشون به بازگشت به زندگی قبلی بود اما اون زندگی دیگه وجود نداشت. و در این لحظه دردناک فرانکل به سوال دیگه‌ای میرسه، به یک سوال جدید. میگه آیا زندگی حتی بعد از اردوگاه وسط همه اون خرابی و از دست دادن بازم میتونه معنا داشته باشه؟ این دیگه درباره زنده موندن و ادامه دادن نبود، درباره چطور ادامه دادن بعد از زنده موندن بود و این دقیقاً جایی بود که فرانکل شروع میکنه به ساختن یک چیز تازه. ولی نه فقط تئوری.
یک چیز علمی برای بازسازی انسانها از درون و نام این میشه لوگوتراپی یا معنا درمانی. تصور کن یه نفر رو از همه چیز محروم کردن، از خونش، از خونوادش، از شغلش، از آزادیش، حتی از نامش. و بزرگترین سوال اون آدم تو این لحظه چی میتونه باشه؟ شاید بپرسه چرا من؟ چرا اصلا من باید زنده بمونم؟ و وقتی که جوابی برای این سوال نداشته باشه، آروم آروم از درون شروع میکنه به فرو ریختن و درست این اتفاقیه که توی اردوگاه میفته. اما فرانکل هم از همون جهنم برمیگرده، اما با خودش یه چیز جدید میاره، درک تازه‌ای از انسان. وقتی فرانکل از اردوگاه بیرون میاد، فقط یه روانپزشک نبود که زنده اومده بود بیرون، بلکه انسانی بود که دلش میخواست پاسخی برای رنج انسان پیدا کنه، پاسخی برای چرا زندم، که این پاسخ فقط توی تئوری نمی گنجید، باید از دل خاک و گرسنگی و تنهایی و فلاکت می اومد بیرون. فرانکل میفهمه که ما نمیتونیم همیشه رنج رو حذف کنیم، بلکه باید یه معنا برای این رنج پیدا کنیم و اینطوریه که لوگوتراپی شکل میگیره، یک روش برای درمان، اما نه با قرص و با بستن به تخت روانکاوی، بلکه با معنا. خب حالا لوگوتراپی یعنی چی؟ لوگوس در زبان یونانی یعنی معنا. لوگوتراپی میگه انسانی که دچار بحران میشه، سرخورده است، افسرده است، ناامیده، خیلی وقتا دلیلش اینه که معنایی که برای زندگیش هست رو گم کرده، هیچ معنایی برای زندگیش نداره. دلیلش این نیست که پول کمی داره یا از یه رابطه طولانی اومده بیرون، نه، دلیلش که اصلا نمیدونه چرا باید ادامه بده. لوگوتراپی مثل یه روان درمانی نیست که شخص بشینه حرف بزنه از کودکی سر در بیاره، نه، لوگوتراپی یک دعوت به کشف معناست، یه تلنگره. میگه زندگی این نیست که فقط تو ازش لذت ببری، زندگی سوالیه که از تو پرسیده شده و تو باید بهش جواب بدی. حالا چرا معنا انقدر مهمه؟ فرانکل توی اردوگاه کار اجباری دیده بود چه کسانی زنده موندن، نه اونهایی که قوی تر بودن و نه اونهایی که زرنگتر و باهوشتر بودن، بلکه اونهایی که یک معنا برای ادامه دادن داشتن، یه دلیل، یه هدف. حالا یکی میخواست زنده بمونه تا دخترشو دوباره ببینه، یکی میخواست زنده بمونه که موسیقیشو تموم کنه و حتی یکی اون مرگ با شرافت رو از تسلیم با ذلت خب ترجیح میداد. خب فرانکل میگه اگه انسان اون چرایی رو پیدا بکنه، میدونه اون چگونه رو چطوری باید بسازه. فرانکل برخلاف فروید که انگیزه اصلی رو لذت میدونست و برخلاف آدلر که انگیزه اصلی رو قدرت میدونست، میگه انسان بیش از هر چیزی دنبال معناست و اگر معنا رو پیدا نکنه روانش فرو میپاشه. توی لوگوتراپی درمان یعنی کمک به انسان برای کشف معنای شخصی زندگیش، نه معنای کلی، نه فلسفه، نه شعار. فرانکل میگه رنج تا وقتی که معنا پیدا نکنه میتونه شما رو از بین ببره، میتونه داغونتون کنه، ولی اگر توی همون رنج شما یک معنای پیدا کنی میتونی به دستاورد برسی. فرانکل میخواد به انسان کمک کنه که توی درد دنبال معنا بگرده، نه اینکه درد رو انکار بکنه، نه اینکه یه خوشبینی توی خالی داشته باشه، نه، میخواد از دل درد معنا بیرون بکشه. حالا فرانکل میاد لوگوتراپی رو به 3 ستون تقسیم میکنه که هر کسی تو هر شرایطی که هست میتونه دست بذاره روی یکی از این ستونها و یه چرایی برای خودش پیدا کنه. اولین چیزی که میگه آفرینشه، یعنی یه چیزی رو خلق کنی، یه کاری رو انجام بدی، یه پروژه رو انجام بدی، یه اثری خلق کنی و توی همین تلاش هاست که تو توی این آفرینش یه چیزی پیدا میکنی. در واقع اینجا دیگه تو دنبال معنا نمیری، معنا تو رو پیدا میکنه. دومی تجربه است، ولی نه تجربه عادی.
بلکه تجربه عشق، تجربه زیبایی، تجربه ارتباط. گاهی مثل فقط نگاه کردن به کسی که دوستش داری میتونه معنای روزتو عوض کنه، مثل شنیدن موسیقی، مثل نگاه کردن به طلوع یا غروب آفتاب یا بودن با یه آدم دیگه. فرانکل می نویسه و بارها اینو توی کتاب راجع به عشق به همسرش تکرار میکنه که توی اردوگاه فکر کردن به همسرش بود که اونو سر پا نگه می داشت، نه چون مطمئن بود اون زنده است، بلکه چون اون عشق اونو سر پا نگه می داشت. عشقی که نمیتونستن ازش بدزدن. شاید اون آزادی رو میتونستن ازش بدزدن ولی عشق رو نمیتونستن. و سومین راه رنج بردن با شرافته که در واقع سخت‌ترین راهه اما عمیق‌ترینشونه. و این برای چه شرایطیه؟ برای شرایطیه که دیگه نمیتونی کاری کنی، فقط میمونه واکنشت به رنج. مثل چی؟ مثل بیماری لاعلاج، مثل فقدان عزیز، مثل این شرایط برگشت ناپذیر. در این شرایط فقط یه چیزیه که از دست نرفته و اون نگرش تو نسبت به این رنجه. فرانکل میگه انسان همیشه میتونه تصمیم بگیره چطوری رنج بکشه، میتونه توی درد خودش رو پیدا کنه یا خودش رو ببازه. در واقع لوگوتراپی نمیگه رنج لازمه، اما میگه اگه رنج سراغت اومد باید با لوگوتراپی بهت کمک کنه که تو زیر بار اون رنج خورد نشی و از اون رنج برای خودت یک مسیر، یک معنا بسازی. فرانکل میگه گاهی زندگی سوالاشو از ما میپرسه و ما هستیم که باید به این سوالا جواب بدیم، با رفتارمون یا با واکنشمون، با اینکه در برابر این درد چطور میخوایم مقاومت کنیم، میخوایم چه معنایی پیدا کنیم. و شاید به همین خاطره که امروز روز هم لوگوتراپی هنوز بعد از دهه‌ها حرفی برای گفتن داره، چون هیچ کدوم از ما از رنج در امان نیستیم، ولی هممون میتونیم انتخاب بکنیم که با اون رنج چی کار کنیم. وقتی صحبت از بازمانده های اردوگاه میشه به نظر میرسه که اونایی که از گرسنگی نمردن یا از کار طاقت فرسا یا تو صف گاز نایستادن اینا بازماندن. اما فرانکل نگاه دیگه ای داره. اون بازمانده واقعی رو کسی میدونه که انسانیتش رو حفظ کرده حتی وسط قضاوت محض. بعضی از زندانی ها وقتی یه تیکه نون اضافه گیرشون می اومد حاضر بودن اون رو با کس دیگه ای شریک بشن و همین کار ساده نشون میداد که آدم حتی وسط جهنم هم میتونه آدم باقی بمونه اگر قلب داشته باشه. و اینجاست که در واقع کتاب پیام اصلیش رو نشون میده. فرانکل بر خلاف روانشناسی سنتی که انسان رو دنبال لذت یا قدرت میدونست باور داشت که معنا انگیزه اصلی زندگی آدمه. اون میگفت رنج اگر بدون معنا باشه آدم رو خرد میکنه، ولی اگر برای همون رنج یک معنایی رو پیدا بکنی میتونه ما رو بالا ببره. اون میگفت رنج کشیدن بیدلیل آدم رو در هم میشکنه، اما وقتی در دل رنج بیای یه معنایی رو پیدا کنی حتی میتونه روحت رو تعالی بده. یکی از تجربه های عجیبی که فرانکل توی اردوگاه توصیف میکنه لحظات روحانی بود که وسط شلاق و درد و گرسنگی و بیماری دست میداد. مثلا یک لحظه عمیق از حس آرامش در همون لحظه‌ای که داری درد میکشی رو تجربه کنی. مثلا وقتی به همسرش فکر میکرد، اون چندین بار توی کتاب می نویسه که در اون لحظه ها حس می کردم که انگار اون روبروم نشسته، لبخندش، نگاهش، همه چیزش رو می دیدم و فهمیدم که عشق معناییه که حتی مرگ هم نمیتونه اون معنا رو از بین ببره. فرانکل میگه عشق به دیگری حتی وقتی اون دیگری حضور نداره میتونه مثل یک نور در دل تاریکی باشه. فرانکل به شکل محترمانه از قدرت عشق زنانه، توان نگهداری از معنا در دل فروپاشی و استقامت درونی حرف میزنه. اون میگه
زنها در خیلی از موارد بهتر از مردها میتونستن زیبایی رو توی جزئیات ببینن. مثلا یه گل، یه تیکه آسمون، یه لبخندی از یک دوست و همین چیزهای کوچیک بود که معنا رو برای اونها میساخت. اون میگه حتی بعد از اردوگاه توی دنیای ویران شده بعد از جنگ هم زنا بودن که اغلب نقش احیا کننده رو ایفا کردن. معناشون بعضی اوقات بچه هاشون بود، بعضی اوقات ساختن دوباره زندگی بود، گاهی کمک به دیگران بود. اونا نشون دادن که معنا یک مفهوم روانشناسی نیست، یک ابزار برای نجاته. اگر معنا رو ستون فقرات انسان برای ایستادن در برابر رنج بدونیم، اون میگه برای خیلی از زنها این ستون حتی ضروری تره و معنا همون چیزیه که به عشق، به مراقبت و به قدرت زنانه جهت و دوام میده. فرانکل جای اشاره میکنه این زنان بودن که یاد ما مینداختن که حتی در مرگ هم میشه بخشنده بود. و وقتی که از اردوگاه ها آزاد شدن، خیلی ها فکر میکردن بدترین قسمت ماجرا تموم شده، ولی خیلی از زنان تازه اون موقع رنجشون شروع شد، چون اونها به خونه های ویران شده برگشته بودن، به بچه هایی که دیگه نبودن، به شهرهایی که نمیشناختن و به جامعه‌ای که زخمهای اونها رو نمیدید. اما حتی در اونجاها هم زنها تونستن برای رنج معنا پیدا کنن، در بازسازی، در کمک به دیگر بازمانده ها و در روایت کردن اون چیزی که دیده بودند. بله، از دل تاریکی های اردوگاه های نازی ویکتور فرانکل به ما نشون داد که حتی تو سخت‌ترین شرایط جایی برای معنا هست، معنایی که فراتر از درد و رنجه، معنایی که ما رو زنده نگه میداره و به زندگیمون جهت و معنا میده. ما یاد گرفتیم که زنده موندن فقط داشتن جسم نیست، بلکه حفظ روح و انسانیته و آزادی نهایی ما توان انتخاب نگرش و واکنش ما به هر موقعیت و وضعیته. رنج بی معنا میتونه ما رو خرد کنه، ولی اگر براش یک معنایی رو بسازیم و پیدا کنیم، حتی میتونه روح ما رو تعالی ببخشه و این معنا رو میتونیم توی عشق، امید، مسئولیت و حتی توی کوچکترین لحظات و چیزهای زندگی پیدا کنیم. و مهمتر از همه، این معنا متعلق به همه ماست. مهم نیست مرد باشیم یا زن، پیر باشیم یا جوان، در شرایط سخت باشیم یا توی آرامش، زندگی همیشه پر از چالشه و همین چالش هاست که ما رو به جستجوی معنا وادار میکنه و این جستجو جوهر زندگی انسانه. پس اگر امروز تو مسیر زندگیت با سختی و سردرگمی مواجهی، به یاد داشته باش همیشه میتونی انتخاب کنی که معنایی پیدا کنی، انتخاب کنی که امید رو زنده نگه داری و به زندگیت معنا ببخشی. و این بزرگترین درس ویکتور فرانکله که میگه انسان در جستجوی معناست و این معناست که زندگی رو ارزشمند میکنه. رفیق کتابگرد من، سپاسگزارم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. لطفاً اگر از نوع روایت من خوشتون اومده، کانال رو سابسکرایب کنید. اگر دوست داشتید لایک کنید و به دوستاتون معرفی کنید که گروه ما بزرگتر بشه. منتظر کامنت های شما هستم. برام بنویسید توی دنیای حالا، توی دنیای آشفته حالا چطور میتونیم معنا رو پیدا کنیم و چه چیزهایی رو میتونیم به عنوان معنا انتخاب کنیم. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون و عزیزانتون باشین، در آرامش کامل باشین و یادتون نره خیلی دوستتون دارم. شما رفیقای منی.